پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی بر کوه احد ایستاده بود، خودش و ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذوالنورین. کوه احد لرزید. پیامبر صلی الله علیه وسلم پای راستش را بر احد کوبید و گفت اثبت احد، احد بیست، آرام بگیر. فإن علیک نبیا و صدیقا و شهیدین. تو نمیدونی که بر تو نبی ایستاده و صدیقی ایستاده و دو شهید. حالا هر چی میخوای بدگویی این سه بزرگوار بگید، هر چی میخوای لعنت بفرستید. فإن علیک نبیا و صدیقا و شهیدین. تو نمیدونی که بر تو ایستاده این افتخار نصیب تو شده، نبی و صدیق و دو شهید که عمر و عثمان باشه، یکی شهید محراب و یکی شهید قرآن. شبکه اهل بیتی راه اندازی شده، به هر 4 خلیفه و خاندانشون داره فحش میده و اسم شبکش گذاشتن شبکه اهل بیت. تو وقتی به داماد کسی فحش بدید یعنی به دخترش فحش دادید، یعنی به پدر خانمش فحش دادید. ولی الحمدلله که این شبکه خیر و برکت شده برای مسلمانان. خیلی از مخاطبینش هم برگشتن میگن این چیه؟ چون شبکه های دیگه میبینن که همش احترام و عزت و ادب، خوبی خلفا داره میگه. پیامبری که نتونست 4 تا از بهترینش تربیت بکنه، یا اون 4 نفری که نزدیکترین به او بودن که به 2 تاشون زن داد و از 2 تاشون زن گرفت، با اونها وصلت کرد، نتونست درست تربیت بکنه. این شبکه ها مثل داستان افک در مدینه. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. مواظب شبکه های ماهواره‌ای باشید. شبکه های عقیدتی و انحرافی در عقیده و ایمان و عقیده و توحید. و ما در بزرگانی که دین را به ما رسوندن شک نمی کنیم. تنقیص اونها نیست. شما داستان دفن شدن حضرت عمر رضی الله عنه در حجره ام المؤمنین عایشه رو شنیدید؟ وقتی که امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه در محراب خنجر خورد و فهمید که این خنجر خنجر شهادت و دعای پیامبر در حقش مستجاب شده،